بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز درس 51 ماست. ان شاء الله ما نیت داریم که تا درس 60 این کتاب را به پایان رسانیم. یعنی از نور الایضاح 3 کتاب را به پایان میرسانیم: کتاب الطهاره، کتاب الصلاه و کتاب الصوم و الاعتکاف. کتاب زکات و حج که هست، این دو کتاب را از این کتاب نمیکنیم. یعنی این دو بخش ها را از این کتاب نمیکنیم، چون که بخشی زکات و حج برای نوآموزان دشوار هست و تفصیلات بیشتر دارد و برای درس دادن این دو قسمت و دیگر ابواب فقهیه کتاب نور الایضاح مناسب نیست. برای همین برای نوآموزان، برای قدم اول، سطح اول یا برای درجه اول بهتر می شود که همین 3 کتاب را نوآموز یا اینکه ابتدا کننده خوب بیاموزد، خوب از خود کند. از این سبب است که الحمدلله ما این بخشی صوم و اعتکاف، یعنی که روزه و اعتکاف را با پایان میرسانیم و این کتاب یعنی نور الایضاح را تمام میکنیم. و در آینده اگر الله سبحانه و تعالی مقدر کرد و توفیق داد، ان شاء الله دیگر فصل ها رو، یعنی دیگر کتاب های فقهیه را، چی مثلا زکات و حج باشد، چی معاملات باشد، معاملات یعنی که طلاق، مثلا بیوع، نکاح و غیره و غیره. پس آغاز میکنیم. شاید درس امروز کمک درازتر شود از سبب اینکه تفصیلات بیشتر نیاز دارد و کمی شاید دشوارتر هم باشد، اما اگر خوب با دقت گوش کنید، تکرار کنید، ان شاء الله که از خود خواهید کرد. مؤلف میگوید: فصل فيما يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما لا يشترط. یعنی فصل در مورد آن روزه هایی که کلمه روزه در اینجا نمی آید، اما من برای آن که روشن‌تر شود برای شما همین گونه میگویم. فصل در مورد آن روزه هایی که برای آنها نیت معین کردن شرط هست و این چنین آنها را نیت برای آنها از شب کردن شرط هست و لازم هست. یعنی این نوعی اولی روزه ها هست، روزه هایی که برای آنها تبییت کردن، یعنی که از شب نیت کردن و تعیین کردن شرط هست، لازم هست. و دوم نوع آن روزه هایی که این دو چیز برای آنها شرط نیست. خب آغاز میکند با قسم یکم. میگوید که اما القسم، یعنی که اینجا قسم اول رو ذکر میکند و بعدا در کجا باشد و بعدا در اینجا و اما القسم الثانی، در اینجا قسم دوم را دیدین. پس این خیلی میتوانید که تقسیم کنید و جدا کنید. خب در این قسم یکم درباره آن روزه ها گپ میزند، درباره آن نوع روزه ها میفهماند که برای آن روزه ها تعیین کردن نیت هم شرط هست و این چنین تبییت کردن، یعنی که از شب نیت کردن هم لازم هست. و این هر دو این شرط ها رو من با تفصیل به شما میفهمونم. آغاز میکنیم. میگوید اما القسم الذي لا يشترط فيه تعیین النیة ولا تبییتها. یعنی اولا تا جایی که آن قسمی می باشد، یعنی در مورد قسم یکمی که یکم روزه هایی که برای آنها شرط نیست تعیین کردن نیت و این چنین شرط نیست که نیت را از شب کردن، پس آنها اینها هند. یعنی که آن روزه ها این ها می باشند: یکم فهو اداء رمضان، یکم ادا کردن یا اینکه ادای روزه های رمضان. من با شما قبلا فهماندگی هستم که بین کلمه ادا و قضا چی فرق هست. یعنی که وقتی که عبادت در وقت معین کرده خودش اجرا کرده می شود، پورا کرده می شود، این را ادا گفته می شود. و وقتی که از وقت معین کردهش دیرتر یا بعد از تأخیر ادا کرده می شود یا پورا کرده می شود، این را قضا گفته می شود. خب پس می گوید که اولین روزه هایی که برای آنها نه تعیین کردن نیت شرط است و نه تبییت، یعنی از شب نیت کردن، این می باشد خود روزهای رمضان. دوم و النذر المعین زمانه، نذری که وقتی آن معین شده باشد، یعنی نظر کننده
خودش یا روزه گیرنده یعنی نظر کننده خودش وقتی و زمانه نظر خود را معین می کند. و سوم و نفل، روزه نفلی. پس می گوید فیصح بنیت من اللیل الی ما قبل نصف النهار علی الاصح. این روزه ها با نیت از شب، با نیت کردن از شب تا پیش از نصف نهار، یعنی که پیش از نصف روز شرعی صحیح می شوند علی الاصح، طبق قول صحیح تر. یعنی که چون که برای ما گفتک که برای این سه نوع روزه تبییت شرط نیست، یعنی که نیت را از شب کردن شرط نیست، در اینجا توضیح می دهد که پس نیت آنها کی باید کرده شود؟ نیت آنها وقتی نیت کردن برای آنها وسیع هست. وقتی نیت کردن برای این نوع روزه ها چی هست؟ وسیع هست و طولانی هست. وقتی زیاد انسان وقتی زیاد دارد تا اینکه نیت خود را ببندد، نیت خود را بکند. و این وقت از کدام زمانه تا کدام زمانه هست؟ از شب تا نصف روز شرعی. و با ما بیان میکند که و نصف النهاری من طلوع الفجر الى وقت الضحوة الكبرى، یعنی که تا نصف روز این آغاز می شود از طلوع فجر، یعنی از در آمدن وقت نماز فجر، همین زمانه سر می شود، یعنی زمانه نیت کردن، تا وقتی ضحوة الكبرى، یعنی تا نیمه روز. اکنون من برای شما می فهمانم که نصف روز شرعی چگونه حساب کرده می شود. اولا ما باید این را معین کنیم یا این را بفهمیم که خود روز از جهت شریعت کدام وقت ها می باشد. روز شرعی از طلوع فجر می باشد، از وقتی در آمدن نماز فجر. اگر در بین مردمان ما هم اگر همین خیل باشد، پس یگان خیل شک و شبهه به شما نمیماند، پراکنده نمی شوید. اما عموما شاید کسانی که در روسیه زندگی میکنن یا در غرب یا در اروپا میدانند که سحر با طریق حساب کردن مردمان این مکانها و این دولت ها از نصف شب می شود، یعنی که از وقتی که ساعت 00:00 شود، یعنی که 24 دقیقه رسید، 24 و 1 که شد، این رو سحر حساب میکنن. برای همین 1 سحر، 2 سحر، 3 سحر این خیلی حساب میکنن. اما از جهت شریعت خودی نهار یعنی صبح از طلوع فجر، یعنی از در آمدن وقتی فجر سر می شود. خب و صبح یعنی که روز یا نهار کی به انتها می رسد؟ در وقتی نماز مغرب، یعنی وقتی که آفتاب غروب کرد، خب و نماز مغرب در آمد، این انتهای یعنی تمام شوی روزی شرعی حساب می شود. پس اکنون نصف روزی شرعی کی هست؟ این گونه ما باید حساب کنیم. همون ساعتی که همون وقتی که نماز فجر داخل می شود، از همون وقت تمام ساعت هایی که در مابین می آید تا نماز مغرب تا غروب آفتاب ما باید حساب کنیم. مثلا نویسید اگر نماز فجر ساعت 5 سحر در آید و نماز مغرب ساعت 7 شب در آید، پس از ساعت 5 سحر تا 7 شب وقتی ما حساب میکنیم 14 ساعت می شود. تمام این ساعت ها 14 ساعت، یعنی که 14 ساعتی روزی شرعی می شود. اکنون تمام این ساعت ها رو ما باید تقسیم 2 بکنیم. وقتی که تقسیم 2 کردیم، نصف همین ساعت ها رو ما حساب میکنیم و این ما رو به نصف روز میرسوند. 14 وقتی که تقسیم 2 میکنیم میشد 7 ساعت. اکنون از 5 سحر 7 ساعت رو باید اضافه کنید یا حساب کنید. همون ساعتی که رسیدید همون نصف روز می شود. پس ما تجربه میکنیم و حوزی حساب میکنیم. 5 سحر 7 ساعت شامل میکنیم یا اضافه میکنیم. 6 7 8 9 10 11 12، یعنی که ساعت 12 عبد این شد نیمه روز. یعنی که برای روزه رمضان نظر معین شده و برای روزه رمضان روزه معین شده و روزه نفلی
برای این سه نوع روزه انسان میتواند که کدام وقتی که خواهد بین طلوع فجر تا نیمه روز نیت خود را بکند. یعنی شرط نیست که پیش از طلوع فجر نیت خود را کند، وقتش وسیع هست. خب این شد یعنی شرط نبودنی تعیین کردنی نیت از شب. این را خوب بفهمید، چون که نوع دویم ده یا قسم دویم ده که رسیدیم و شما خواهید فهمید که چخیل روزه دیگر نوع روزه ها فرق میکند. خب اکنون سپس میگوید و یصح ایضا بمطلق النیة و بنیة النفل. اکنون در اینجا درباره نیت گپ میزند، یعنی چگونه باید نیت کرده شود. این رو فهمیدیم که وقت نیت کردن وسیع هست و این چنین فهمیدیم که از طلوع فجر تا نیمه روز هست. اکنون درباره معین کردن نیت گپ میزند که نیت باید ما در اینجا خوندیم که معین کردن نیت شرط نیست. پس چگونه نیت کند؟ نیتش باید چخیل باشد؟ میگوید که و صحیح هست این چنین بمطلق نیتی، یعنی با نیتی مطلق، با نیتی عادی، با نیتی غیر معین و با نیتی نفل. یعنی تمام این سه نوع روزه رو شخص میتواند که با نیت مطلق بگیرد یا حتی با نیت نفل نیت کرده بگیرد. حتی که نیتش روزه نفل هست، اما در همان روزی که روزه مخصوص معین شده هست، همان نوع روزه حساب می شود. پس می گوید که این روزه ها رو روزه گرفتن با نیت مطلق یا اینکه با نیت نفل صحیح است، ولو کان مسافرا او مریضا فی الاصح. حتی که یا اینکه اگرچه شخص مسافر یا بیمار باشد، طبق قول صحیح تر. خب یعنی چی نیت مطلق؟ یعنی تنها نیت کردن که من امروز روزه دار هستم یا اینکه من امروز روزه میگیرم. یعنی شخص معین نکند که من امروز چگونه روزه میگیرم یا کدام نوعی روزه میگیرم. یعنی معین کردن نیت کردن به معین کردن نوعی روزه. در روزه رمضان که هست، چون که ماه رمضان تنها برای روزه رمضان، روزه خودی رمضان معین کرده شده است از طرف شریعت. یعنی الله سبحانه و تعالی ماه رمضان را تنها برای روزه رمضان مقرر کرده است و حتی اگر شخص یک نیت دیگر هم بکند، روزه بگیرد اما دیگر نیت کند در ماه رمضان، روزش باز هم تنها برای ماه رمضان قبول می شود، چون که خودی ماه رمضان الکی معین و مقرر شده هست. برای همین میگوید که انسان اگر البته مقیم باشد، بیمار نباشد، وقتی که در ماه رمضان مثلا روزه میگیرد، فرق نمی کند چگونه نیت میکند، نیتی مطلق میکند یا اینکه نیتی روزه رمضان میکند، در تمام حالت ها روزش وقتی که روزه میگیرد برای ماه رمضان قبول می شود یا از طرفی روزه فرضی قبول می شود. اما در اینجا مؤلف میگوید که حتی اگر مسافر هم باشد یا اینکه بیمار هم باشد، طبق قول صحیح تر، چون که در اینجا اختلاف هست. بعضی علما شاید میگویند که اگر شخص مسافر باشد، چون که اجازت دارد که روزه نگیرد و روزه خود رو تأخیر دهد، یا شخصی که بیمار هست اجازت دارد که روزش رو تأخیر دهد و قضا کنند، شاید آنها همین قول رو دارند که اگر نیتی مطلق کند یا اینکه نیتی نفل کند، در آن وقت از طرفی مسافر و بیمار روزش برای یعنی نفل حساب می شود، نه اینکه برای روزه رمضان. اما طبق قول صحیح تر علما می گویند که اگر شخص حتی مسافر هم باشد، بیمار هم باشد، اگر در ماه رمضان روزه بگیرد، حتی با نیت نفل هم باشد، روزش از طرف روزه رمضان قبول می شود. خب چون که چطوری که فهموندم، انسان امکانیت حتی ندارد، حتی امکانیتش وجود ندارد که انسان در ماه رمضان یگان روزه بگیرد که غیر رمضانی باشد. این امکانیتش حتی نیست، چون که همان روزهای رمضان معین شده است از طرف شریعت.
و سپس میگوید و یصح اداء رمضان بنیة واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب. خب در این مسئله یکم اگر در اینجا متوجه شده باشید، در اینجا مسئله چنین بود که انسان چی مسافر باشد یا نباشد، بیمار باشد یا نباشد، در ماه رمضان روزه میگیرد با نیت نفل یا با نیت مطلق. اگر با نیت روزه نفلی یا مطلق بگیرد، چون که این روزه ها وجوب ندارد، یعنی واجب نیستند، از جهت عملی حتمی نیستند، روزه البته برمیگردد به روزه حتمی و فرضی و حتی با نیت نفل از روزه فرضی و رمضان قبول می شود. اما در اینجا دویم بخش مسئله چنین هست که اگر شخصی مسافر یا اینکه مقیم یا بیمار یا سالم اگر با روزه رمضان رو با یک نیتی روزه واجب بگیرد، یعنی که روزه رمضان رو با نیت روزه رمضان نگیرد، بلکه با نیتی یگان روزه واجب و حتمی دیگری اگر بگیرد، در این حالت کدامش قبول می شود؟ چون که در این حالت چی شد؟ هر دوی روزه ها یا هر دوی نوع روزه ها حتمی شدند. یک تاش روزه رمضانی هست که فرض هست و یک تاش یک نوعی روزه دیگر هست که واجب هست. در این حالت از جهت حتمی بودن و از جهت قوت روزه ها هر دویشان در یک درجه هستند. پس کدامش قبول می شود؟ پس در اینجا مؤلف میگوید یصح اداء رمضان بنیت واجب آخر. اگر شخصی در رمضان روزه بگیرد و نیتش را بکند که من روزه میگیرم روزه واجب، یعنی که یک نوعی روزه دیگر را نامبر کند یا نیت کند که واجب باشد، در این حالت حتی که نیتش نوعی دیگری روزه هست که واجب هست و روزه رمضان نیست، باز هم روزش برای روزه رمضان حساب می شود، همچون روزه رمضانی قبول می شود. در اینجا یک شرط است، کسی که صحیح و مقیم باشد، یعنی سالم و مقیم باشد. یعنی چی؟ دقت کنید، کسی که در ماه رمضان سالم باشد، یعنی بیمار نباشد، مقیم باشد، یعنی در خانهش مسافر نباشد، پس این گونه شخص یعنی چه مشکلات دارد، چه عذر دارد که در ماه رمضان روزه میگیرد اما نیتش برای یگان نوع روزه دیگری هست یا دیگری برای یگان روزه دیگر نیت میکند که روزه واجب هست. البته که این گونه شخصی که سالم هست و مقیم هست یگان عذری ندارد که در ماه رمضان بغیر از روزه رمضان یگان روزه دیگر بگیرد. برای همین است که حتی وقتی که نیت میکند که من نیتی روزه واجب دارم، فلان نوع روزه، مثلا فلان نوع روزه را نامبر میکند که واجب باشد، من برای این نوع نیت میکنم، این نوع روزه نیت میکنم، حتی که این گونه نیت میکند در ماه رمضان روزه گرفتهش یا روزه که میگیرد برای ماه رمضان قبول میشود و حساب میشود. باز هم دوباره میگویم در ماه رمضان مخصوصا برای شخصی که عذر ندارد تمام روزه‌ای که میگیرد هر خیل نیتی که بکند روزش تنها برای ماه رمضان قبول می شود. مؤلف میگوید بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب، بخلاف مسافر، یعنی شخص مسافر وقتی که نیتی روزه واجب را میکند در رمضان، پس روزه او برای همون نوعی روزه واجب قبول می شود، نه اینکه برای روزه رمضان. برای چی؟ خوب دقت کنید، برای اون که شخصی مسافر در رمضان اجازت دارد، رخصت دارد که روزه رمضانش را تأخیر دهد، قضا کند. پس اگر در سفرش بخواهد که یگان روزه واجب، نه اینکه نفل، یگان روزه واجبی دیگری را بگیرد که قضا باشد یا هم خیلی واجب باشد، در این حالت همون روزه که نیت کرد همون به وقوع می آید، همون قبول می شود.
خب این فرق میکند از حالتی قبلی در اینجا که ما خوندیم. در حالت قبلی که روزه‌ای که با نیتی مطلق یا با نیتی نفل میگیرد حتی اگر مسافر هم باشد، این از اینش فرق میکند. چون که وقتی که نیتی روزه واجب میکند مسافر، قبول میشود همچون روزه واجبش، نه اینکه روزه رمضان باز هم روزه رمضان رو باید قضا کند. اما اگر روزه نفلی نیت کند در سفرش، قبول نمیشود همچون نفل، قبول میشود همچون روزه رمضان. از جهت منطقی و قیاسی اگر من برای شما فهمونم برای چی این خیل برای چی این خیل، بهد یعنی آسان هست. خیلی برای من حالا آسان شدگی هست فهمیدنش و دیدنش. همش یعنی از جهتی چخیل بگیم، از جهتی کنسیستنسی. خب این کلمه را نمیدانم خیلی چخیل به شما فهمونم، شاید به روسی همین گونه گفته میشد. یعنی از جهتی قیاسی، از جهتی منطقی همش فهمو هست، همش با ترتیب هست. یعنی این انعکاس نمی شود. چی نیست در اینجا یگان خیل تضاد نیست، یعنی یگان خیل انعکاس نیست. نمیدانم همین کلمه شاید درست باشد، اما درست یعنی فهمیدنش آسان هست وقتی که سبب هایش را بفهمید. اما من کمتر برای شما سبب هایش را هم فهمونده ایستادم. خب ادامه میدیم. اکنون میگوید واختلف الترجیح فی المریض اذا نوى واجبا آخر فی رمضان. اگر شخصی بیمار در رمضان نیتی روزه واجب رو بکند که بغیر از رمضان باشد، در این حالت چی؟ چون که ما تنها درباره مسافر در این بخش دویمش تنها درباره مسافر خوندیم، فهمیدیم که مسافر اگر نیتی روزه واجب دیگری را در رمضان کند، نیتی روزه دیگرش قبول می شود، نه اینکه رمضان. اما برای بیمار چگونه حکم هست؟ پس مؤلف میگوید که ترجیح، یعنی که ترجیح دادن، بالا گذاشتن، انتخاب کردنی یکی از اقوال، یکی از قولها یا یکی از فتواهای علما در اینجا اختلاف شده هست که کدامش درستترین قول هست، کدامش درستترین نتیجه هست، کدامش درستترین فتوا هست. در این اختلاف شده است بین علما. در موردی فی المریضی، درباره بیماری که وقتی که نیت میکند روزه واجب را، خب ایدانه و واجب وقتی که نیتی واجب را میکند، یعنی روزه واجب را وقتی که نیت میکند، آخر یعنی بغیر از، یعنی یک دیگره، آخر یعنی دیگره، روزه واجب دیگری را نیت میکند، یعنی که بغیر از روزه رمضانی فی رمضان، یعنی که اختلاف شده است. یعنی اختلاف وقتی که میشه چی معنا؟ یعنی بعضی علما میگویند که حتی از بیمار هم، چون که بیمار رخصت داده می شود در رمضان، می تواند که روزه رمضانی خود را تأخیر دهد. پس اگر برای یگان روزه دیگره که واجب باشد نیت کند، آیا قبول می شود یا نه؟ بعضی علما می گویند که بله، همان نوعی دیگر، همان روزه‌ای که نوعی دیگر هست و واجب هست آن قبول می شود. و بعضی علما می گویند که نه، آن قبول نمی شود، بلکه وقتی که روزه گرفت تنها از همچون روزه رمضان قبول می شود. سپس می گوید ولا یصح المنظور المعین زمانه بنیت واجب غیره بل یقع عما نواه من الواجب فیه. می گوید اما نظری که وقتش معین شده هست با نیتی واجب دیگر صحیح نمی شود، بل یقع، بلکه همان چیزی واقع می شود که نیت کرده است. مثلا اگر شخصی نظر کرده باشد که روز جمعه روزه می گیرم، سپس در همان روز نیتی قضای رمضان کند، روزه به قضا واقع می شود، نه اینکه به نظر. زیرا وقتی نظر را خود شخص تعیین کرده است، نه شریعت. برای همین آن قوتی وقتی رمضان رو ندارد. خب خودی شریعت که هست وقتی روزه رمضان رو تعیین کرده است همچون ماه رمضان، اما نظر معین شده خودی شخص تعیین میکند. برای همین اگر انسان نظر کند که روز جمعه روزه میگیرد، اما در خود وقتی که روز جمعه میرسد با نیتی روزه قضای رمضان روزه میگیرد، در این حالت
روزش برای همون نیتش می شود. یعنی که چون که نیت کرد که من قضای رمضان میگیرم، روزش همچون روزه قضای رمضان قبول می شود، نه اینکه نظری معین. حتی که همون روز رو برای نظری معینش معین کرده بود، اما نیتش رو دیگر کرد. برای همین مؤلف میگوید ولا یصح، صحیح نمی شود نظری معین زمانش با نیتی واجبی دیگره. در مثالی که من آوردم، شخص نیتی قضای رمضان رو در همان روز میکند، پس نظری معینش صحیح نشد. بل یقع عما نواه من الواجب فیه، بلکه با وقوع می آید، یعنی که قبول می شود همچون آن چیزی که نیت کرد از واجب. یعنی که در مثالی که من آوردم، همچون قضای رمضان نیت کرد، پس همچون قضای رمضان قبول شد. اکنون می گذاریم به نوعی دوم. خب، و اما القسم الثانی، اکنون می گوید که قسم دوم، نوع دومی روزه ها، و هو ما یشترط له تعیین النیت و تبییتها. اکنون نوع دوم آن روزه های هست که برای آنها دو شرط موجود هست. یکم شرط تعیین کردن نیت و دویمش تبییت، که من گفتم تبییت معنایش در شب معین کردنی یا در شب نیت، از شب نیت کردن. هر دوی این چیز چی هست؟ شرط هست، تعیین نیت و از شب نیت کردن. پس اینها کدام ها هند؟ فهو قضاء رمضان، قضای رمضان، قضاء ما افسده من نفل، قضای روزه نفلی که فاسد کرده هست، شکسته است، و صوم الکفارات بانواعها، و روزه های کفارات با همه نوعهایش، و المنظور المطلق، و نظر مطلق. نظر مطلق را مؤلف میفهماند با یک مثال. میگوید که قوله، به مانند گفته او، یعنی به مانندی که بگوید ان شفى الله مریضی فعلی صوم یوم، اگر الله سبحانه و تعالی بیمارم را شفا دهد، فعلی، پس بغلای من، یعنی بر من، یک روزه، یعنی چی هست؟ لازم هست. بغلای من یعنی لازم هست. فحصل شفا، پس شفا حاصل شود. در این حالت این نظری که بست، این وعده که کرد، چگونه یک وعده هست؟ یک وعده مطلق هست، چون که در اینجا نگفت که در فلان روز من باید روزه بگیرم، یا با این قدر عدد من باید روزه بگیرم، نگفت. تنها گفت که من یک روز باید روزه بگیرم. پس این شد نظری غیر معین یا مطلق. فهمیدید؟ در اینجا وقتی که میگوید تعیین النیه، یعنی باید معین کند برای تمام این 4 نوعی که ذکر شده است، باید معین کند که کدام روزه هست، کدام روزه گرفتنی هست. پس تنها نیت عمومی کردن کافی نیست. و وقتی که مؤلف میگوید و تبییتها، یعنی نیت باید از شب باشد، پیش از طلوع فجر. سبب این حکم این است که این روزه ها همه در ذمه همچون قرض یا واجب معین قرار دارند. برای همین باید شخص با نیتی روشن آنها را از دیگر روزه ها جدا کند. مثلا اگر بر شخص هم قضای رمضان باشد و هم کفاره، باید معین کند که امروز وقتی که روزه گرفتنی است، کدامش را ادا کردنی است، کدامش را گرفتنی است. و مؤلف وقتی که میگوید و قضاء ما افسده من نفل، قضا کردن اون چیزی که فاسد کرده از نفل، یعنی اگر شخص روزه نفلی را آغاز کند و بعد آن را فاسد کند یا اینکه شکند در مابین یا پوره نکند، قضای آن بر او لازم می شود، قضا کردنش لازم می شود. زیرا نزد احناف شروع به نفل انسان را به اتمام آن ملزم می سازد، یعنی که لازم می سازد بر همون شخص که چی کند؟ روزه را دوباره یعنی ادا کند، به اتمامش رساند. خب این شد قسمی دوم.
پس امیدوارم که تا اینجا تمامی اقسام و تمامی نقطه ها واضح باشد. در اینجا ما فهمیدیم که اولا ما از چندین نوعهای روزه ها آگاه شدیم و سپس آگاه شدیم که روزه ها با دو قسم تقسیم می شوند وابسته به دو شرط. نوعی اول آن روزه هایی که برای آنها تعیین کردن نیت و از شب نیت کردن شرط نیست و نوع دوم آن روزه هایی که برای آنها هم تعیین و هم تبییت شرط هست. خب و من برای شما فهموندم که وقتی که ما میگوییم که برای آنها تبییت یعنی که از شب مقرر کردن یا از شب نیت کردن لازم نیست، این چی معنا دارد؟ یعنی که شخص وقت دارد از طلوع فجر تا نصف روز نیت خود را بکند. این معنای آن را ندارد که تماما نیت نکند. تنها از شب نیت کردنش یعنی ضروری نیست. میتوند که نیت خود را بعد از خواب خستن یا بعد از فجر یا اینکه اگر خسته باشد چیزی نخورده باشد بعد خواهد که روزه بگیرد، میتواند این گونه روزه بگیرد و نیت خود را بعد از آفتاب را یا در وقت ضحی و غیره نیت کند. خب اما وقتی نیمه روز یا نصف النهار فرق میکند و تغییر میکند وابسته به وقتی نماز فجر و مغرب. برای همین من برای شما مثالی ساعت 5 تا 7 رو دادم. فکر نکنید که این همین خل میماند تمام سال و در تمام دولت ها. این را خودتان حساب کنید. نماز فجر رو وقتش رو بگیرید، نماز مغرب رو بگیرید، ساعت های مبین رو حساب کنید، نیم کنید و نیمه روز رو پیدا کنید. خب اکنون میگذاریم به فصل فيما يثبت به الهلال و فی صوم الشک و غیره. این فصل در باره چیزهایی هست که با آنها هلال ثابت می شود، یعنی ماهتاب ثابت می شود، یعنی ماهی رمضان یا اینکه ماهی شوال ثابت می شود و احکام روزی شک و غیره. یثبت رمضان برؤیت هلاله رمضان. خب در اینجا مؤلف میگوید که رمضان با یکی از این دو چیز ثابت می شود، یعنی ماه رمضان با یکی از این دو چیز ثابت می شود. اولا یثبت رمضان برؤیت هلاله، با دیدن هلال رمضان، یعنی ماه رمضان، ماهتابی رمضان. او بعد شعبان 30 ان غم الهلال، یا با کامل کردن یا با کامل شدن 30 روز شعبان اگر هلال پوشیده شود و دیده نشود، یا اگر به آسانی بگویم آسمان ابری باشد. خب من در این درس هلال میگویم، شاید زیادتر هلال گویم و ماه نگویم. برای همین اگر هلال گویم بفهمید یعنی هدفم ماه و ماهتاب هست. خب یعنی با این دو چیز ماه رمضان ثابت می شود. خب و یوم الشک، روز شک، این چی معنی دارد؟ یوم الشک، روز شک. خب پیش از اون که به این داخل شویم همچون فایده برای شما میگویم که در اینجا مؤلف وقتی که میگوید که با دو چیز ثابت می شود، این اصل یا این قاعده بر حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بنا شده هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، یعنی با دیدن هلال روزه گیرید و با دیدن آن افطار کنید. فإن غم علیکم فاکملوا عدة شعبان 30. و در دیگر روایت ها دیگر الفاظ ذکر شدند که اگر آسمان بر شما پوشیده شد یا اینکه ابری باشد پس ماه شعبان رو 30 روز کامل کنید. این حدیث صحیح بخاری هست 1909 یا صحیح مسلم 1081 با کمتر فرق در الفاظ حدیث، در لفظهای حدیث. به هر حال این غم الهلال وقتی که مؤلف میگوید یعنی اگر هلال با سبب ابر و غبار یا مانند آن دیده نشود. خب اکنون میگذاریم به یوم الشک. هو ما يلي 29 من شعبان. خب وقد استوى فيه طرف العلم والجهل بأن غم الهلال. آن را روزی شک میگویند. برای چی؟
برای که مردم در باره داخل شدن ماه رمضان در باره داخل شدن ماه رمضان مردم شک دارند، نه انیق و یعنی نه یقین به رمضان است و نه یقین به باقی ماندنی ماه شعبان. پس در اینجا میگوید میفهماند که روزی شک آن روزی هست که روزی 29 شعبان هست و در این روزی 29 یا اینکه میگوید آن روزی که پس از 29 شعبان می آید، یعنی روزی گویا 30 شعبان روزی شک حساب می شود، چون که یا می تواند که ماه شعبان 29 روز داشته باشد و روزی بعدیش یکم روزی رمضان باشد، یا اینکه می تواند که 30 روزی شعبان باشد. پس این روزی شک گفته می شود و می گوید و قد استوى فیه طرف العلم والجهل، و در این روز هم طرفی یعنی علم داشتن یا یقین داشتن و جهل داشتن، یعنی در طرف دانستن و ندانستن برابر هست. بیان غم الهلال، چون که هلال پوشیده شده هست. میفهماند و کره فیه کل صوم الا صوم نفل جزم به بلا تردید بینه و بین صوم آخر. در روز شک روزه گرفتن مکروه است. خب کره فیه مکروه است در آن هر یک روزه، هر روزه مگر روزه نفلی، مگر روزه نفلی که شخص آن را با جزم نیت کند، یعنی مستحکم نیت کند، بلا تردید، به یگان خیل تردد، به یگان خیل تردید یا تردد یا دودیلگی بین او و بین دیگر روزه. یعنی که دوباره تکرار میکنم، در روز شک روزه گرفتن مکروه است بغیر از روزه نفلی که انسان او را مستحکم با نیت نفل بودن بگیرد، نه اینکه با دودیلگی که اگر شعبان باشد نفل هست، اگر رمضان باشد فرض هست. این گونه نیت نمی شود. و این ظهر انه من رمضان اجزا عنه ما صامه. خب وقتی که انسان نیت میکند که این روزه نفلی هست، مستحکم و انیق روزه نفلی هست، اگر این روز یعنی بعدتر معلوم شود که و این ظهر بعدتر ظاهر شود یا معلوم شود که این روز از جمعی روزی رمضان بود، یعنی یکم روزی رمضان بود، برایش کفایه میکند، یعنی برایش همچون همون روزی روزه گرفتهش همچون روزه رمضان قبول میشود. و این ردد فیه بین الصیام و فطر لا یکون صائما. اما اگر در این روز بین نیت کردن روزه و افطار کردن، یعنی روزه بین روزه گرفتن و نگرفتن اگر تردد داشت، دودیلگی داشت، پس در آن روز همچون روزگیر حساب نمی شود. خب در اینجا چندین تا نقطه ها هست. قول مؤلف وقتی که میگوید بلا تردید، یعنی شخص در نیت باید دودیله نباشد. پس اگر بگوید که اگر امروز از روزی رمضان باشد پس روزه من روزه فرضی هست، و اگر رمضان نباشد پس روزه من روزه نفلی هست. این گونه اگر نیت کند و بگوید این درست نیست. اما اگر قطعا و جدی مستحکم نیت نفل کند پس روزش همچون روزه نفل قبول می شود، مگر اگر معلوم شود که ظاهر شود بعدتر که این یکم روزی رمضان هست، پس روزش همچون یکم روزی روزه رمضان قبول می شود. خب این چگونه؟ این در صورتی هست که روزه صحیح گرفته باشد، از صبح چیزی نخورده باشد یا چیزی که روزه رو میشکند انجام نداده باشد و نیتی درستی روزه نفلی کرده باشد. در این حالت اگر معلوم شود که این یکم روزی رمضان هست پس روزش همچون روزه رمضان قبول می شود، اگرچه نیتش نفل بود. خب و در این قسمت آخر میگوید و این ردد فیه، یعنی اگر در روز شک بین روزه و افطار کردن اگر تردد داشته باشد یا دودیلگی کند یا تردید کند، روزش حساب نمی شود. یعنی اگر نیتی قطعی وجود نداشته باشد روزش تماما صحیح نمی شود، زیرا نیت در عبادت باید جازم و معین باشد، باید قطعی باشد، نه اینکه همین خیلی سرسری. سپس میگوید کره صوم یوم او یومین من آخر شعبان لا ما فوقهما.
مکروه است یک یا دو روز پیش از ماه رمضان، یعنی که از آخر شعبان روزه گرفتن. لا ما فوقهما، اما از اون بیشتر نه. یعنی اگر یک یا دو روز پیش نباشد، 3 روز پیش باشد، 4 روز پیش باشد و غیره یا زیادتر، این کراهت ندارد. اما یک یا دو روز پیش کراهت دارد. خب این به کسی است که مخصوصا برای رمضان، برای پیشواز گرفتن رمضان یا برای تمرین کردن، مشق کردن برای رمضان روزه میگیرد. خب برای آنها کراهت دارد، چون که پیامبر صلی الله علیه و آله منع کرده است. اما اگر کسی باشد که عادتا روزه میگرفته باشد، مثلا روزه دوشنبه و پنجشنبه، یا مثلا خیلی عادت داشته باشد که یک روز روزه میگیرد، یک روز روزه نمیگیرد و تصادفاً همین خیلی برابر باشد که یک روز پیش از خود رمضان روزه میگیرد، یعنی 2 روز پیشش مثلا اگر تصادفاً برابر شود، در این حالت کراهت ندارد. یا مثلا اگر یکم سببی دیگر داشته باشد که قضا کرده باشد روزش را، یا اینکه کفاره داده باشد، یا روزه کفاره گرفته باشد و غیره، تمام این حالت ها، یعنی اینها داخل کراهت، بخش کراهت نمیشوند. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است که لا تقدموا یا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصومه. پیش از ماه رمضان یک یا 2 روز با نیتی پیشواز گرفتن رمضان، یا اینکه با نیتی خود رمضان، یعنی روزه نگیرید، مگر اگر شخصی باشد که عادتا روزه میگرفته باشد و تصادفاً یعنی چی شود، همان روز برابر شود. یعنی میگه الا رجل کان یصوم، مگر شخصی باشد که عادتا روزه میگرفته باشد، پس در آن حالت میتواند که روزش رو بگیرد. این حدیث در صحیح بخاری آمده است 1914 و صحیح مسلم 1082. خب در اینجا چی معنا دارد؟ بهت واضح است. کریه یومو صامو یومین او یومینی، یک یا 2 روز پیش مکروه است. من کم ترک فکرم خیره هست، برای همین شاید کم ترک آهسته صحبت کرده ایستادم، چون که دمو شب هست، در مابین شب من حاضر ثبت کرده ایستادم درس رو، برای همین کم ترک یعنی خوب من رو چی کرده است، یعنی کم ترک خیره کرده است، فکرم رو روشن صحبت کرده نمیتونم. به هر حال میگوید و یأمر المفتی العامة بالتلوم یوم الشکی، یعنی مفتی مردم یعنی عامه را، مردم عادی را در روز شک امر میکند که تلوم یعنی انتظار بمانند، کم ترک منتظر شوند، یعنی در اول روز به نیت روزه بمانند، سراسیمه نشوند، شتاب نکنند، سراسیمه نشوند که رمضان شد و شعبان 29 روز یعنی مونده و رمضان گذرند و روزه بگیرند، یعنی انتظار شوند، اما در اول روز یعنی به نیت روزه بمانند. ثم بالافطار اذا ذهب وقت النیة ولم يتبين الحال. سپس اگر وقت نیت گذرد، یعنی نصف النهار گذرد یا خودی وقت نیت گذرد، برای رمضان دیگر هست. خب برای رمضان اگر با یادتان باشد، یعنی معین کردن و غیره چی هست، شرط نیست. اگر در اینجا من بالا روم ببینید فيما يشترط تبييت و تعیینها فی و ما لا يشترط، اما القسم الذي لا يشترط، قسمی که برای شرط نیست تعیین کردن نیت و نه اینچنین از یک شب پیش یا از شب نیت کردن روزه رمضان. یعنی برای روزه رمضان انسان میتواند که حتی سحر شود و نیتش نکردگی باشد، باز هم یعنی وقت دارد، البته تا وقتی که تا دمی که یگان عملی را انجام نداده باشد که روزش را بشکند. برای همین مفتی مردم عامه را، یعنی وقتی که اگر نفهمیده باشد، همون در همون جامعه، در همون دولت اگر معلوم نشده باشد از جهت محتاب که رمضان داخل شده است یا نه، مفتی و این گونه علما چی میکنند؟ به مردم عامه امر میکنند که شما انتظار شوید، یعنی سراسیمگی نکنید در روزه گرفتن، انتظار شوید و کوشش میکنند که یعنی بفهمند، آسمان رو ببینند، محتاب رو یعنی چی کنند، جستجو کنند و
بحثو جستجو کنند که آیا ماهی رمضان در آمده است یا نه، با طریق هر خیل اسباب ها و غیره. تا آن وقت مردم رو میگویند که شما انتظار شوید. اما اگر معلوم نشود و روز نیمه روز شود، با مثالی که من داده بودم ساعت 12 شود، پس مردم رو بگویند که شما میتوانید که خوراک های خود رو بخورید، افطار کنید. نه اینکه روزه خود رو افطار کنید، یعنی که خوردن گیرید، یعنی روزه نگیرید، چون که حالت معلوم نشد. خب دوباره ترجمه میکنم که مفتی مردم عامه را یا مردم عادی را امر میکنه در روز شک که انتظار شوند، کمتر انتظار بمانند. ثم بالافطاری، یعنی انتظار شدن در اینجا در اول روز به نیت روزه ایستند، به نیت روزه. ثم بالافطار اذا ذهب، سپس اگر وقتی نیت گذشت و حال معلوم نشود افطار کنند. چون که وقتی که روزی خود را به نیت آغاز میکنند این بهتر هست، چون که نیت روزه ندارند، اما تا حال چیزی نخوردند، اما نیت روزه هم نگرفتگی هستند. چون که اگر نیت روزه بگیرند و رمضان نشود یا نباشد باید روزه خود را قضا کنند، چون که روزه خود را شاید بشکنند. اگر نشکنند خب قضا نیست، اما این بهتر است که روزه خود را به نیت آغاز کنند. و اگر مثلا پیش از نیمه روز بفهمند که ماهتاب هست و رمضان داخل شده است، پس میتوانند نیت خود را بگیرند یا نیت خود را بکنند، البته با شرطی که چیزی را نخورده باشند. و میگوید و یصوم فیه المفتی والقاضی ومن كان من الخواص وهو ما يتمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية وملاحظة كونه عن الفرد. خب میگوید که یعنی مفتی مردمان عادی را پیش دوباره ترجمه میکنم، در روز شک امر میکند که انتظار بمانند و در آغاز نیت روزه در آغاز نیت روزه نکنند. پس اگر وقتی درست شدن نیت اگر گذرد و حالتی آسمان و ماهتاب معلوم نشود، یعنی هنوز ثابت نشود که امروز روزی اول رمضان هست یا نه، پس افطار میتوانند که مردم افطار کنند، یعنی طعام بخورند و روزه را آغاز نکنند. سبب این حکم آن است که عامه مردم ممکن است که در نیت و احکام اشتباه کنند. شاید انسان به گمان فرض بودن روزه گیرد در حالی که رمضان هنوز ثابت نشده است. برای همین فقها گفتند که آنها منتظر بمانند تا حال روشن شود. اما مؤلف بعد میگوید که و یصوم فیه المفتی والقاضی ومن کان من الخواص، یعنی خود مفتی، خود قاضی و بعضی از اهل علم و فهم میتوانند در آن روز روزه گیرند. سپس میگوید و هو ما یتمکن، یعنی شرح میدهد، توضیح میدهد که مردمان خاص کیند. یعنی خاص کسی است که میتواند نیت خود را درست نگاه دارد و در آن دودیله نشود. یعنی او شخصی است که میداند چگونه نیت کند و بین نفل و فرض چگونه فرق گذارد. پس چون این شخص میتواند که روزه نفل را با نیت جازم، با نیت قطعی نفلی بگیرد، به آن که در دلش بگوید که اگر رمضان باشد فرض هست و اگر نه نفل هست. اگر مردم عامه را ما این حکم را بگوییم، آنها پس همین کار رو سر میکنند. در روز شک روزه میگیرند با همین نیت که اگر روزه رمضان باشد پس رمضان، پس روزه فرضی است و اگر نباشد پس روزه نفلی است. اما این گونه نیت کردن درست نیست. خود همین گونه نیت کردن درست نیست. تنها یک نوعی روزه درست هست. انسان اگر روزه میگیرد تنها باید با نیت قطعی نفل روزه بگیرد و در دلش این گونه حتی نباشد که اگر رمضان باشد پس روزه من فرضی هست. اما پیامبر صلی الله علیه و آله ما را منع کرده است از روزه نفلی گرفتن حتی یک یا دو روز پیش. پس تنها شخصی که تصادفاً عادت روزه‌گیری دارد، اگر در آخران روزی شعبان اگر روزه بگیرد، قطعاً البته جدی با نیتی نفل اگر روزه گرفت و سپس معلوم شد که روزه رمضان بود، برای همین خیلی انسان روزه همچون روزه اولی رمضان قبول می شود و دیگر مردمان البته اگر روزه نگرفته باشند بعداً باید قضا کنند. خب اما مفتی و قاضی و غیره آنها می دانند که چگونه باید یک نیتی
مستحکم و یک نیتی تازه و یک نیتی یعنی جدی بگیرند، نه اینکه دو دیله. و هر شخصی که میتواند و اهل علم باشد، پس برای آنها در روز شک اگر معلوم نشود، آنها میتوانند که این گونه روزه بگیرند. اما عموما در دولت های ما، نمیدانم در دولت های شما چگونه هست، اما از سبب یعنی پیشروی تکنولوژی و غیره، در دولت های ما حتی فجر داخل نشده الکی معلوم می شود. یعنی بعضا انتظار می شویم، بله انتظار می شویم، بعضا شدگی هست که تا 11 شب 12 شب 1 شب انتظار می شویم که آیا اولین تراویح سر می شود یا نه، یا سر شده است یا نه. پس بعضا در همین یکم روز رمضان تأخیر می شود، اما هیچ وقت اینقدر تأخیر نمی شود که فجر داخلم شود، قریب که نیمه روز شود. این گونه حالت ها خیلی کم پیش می آید در زمانه ما و در دولت های پیشرفته. خب و من رأى هلال رمضان، کوشش میکنیم که همین صحیفه رو به پایان رسونیم. من کمک زودتر پیش می روم. و من رأى هلال رمضان او الفطر وحده، فرض کنیم اگر شخصی خودش تنها هلال یعنی ماه رمضان یا ماه فطر رو یعنی ماه عید رو تنها خودش ببیند و چی کند؟ پیش قاضی رود و بگوید که من ماه رو دیدم، چون که همین گونه باید کرده شود. یعنی وقتی که ماه دیده می شود، همه نفرها می روند به قاضی میگویند یا با امام میگویند که من ماه رو دیدم، این تصویرش، یا من ماه رو دیدم، تا اینکه چی شود؟ مشاهده شود و اعلان شود. اما اگر این گونه شخص به قاضی رود و بگوید که من ماه را دیدم و رد قوله و قاضی قول او را رد کند، لزمه الصیام، خود همان نفر باید روزه بگیرد، چون که همین نفر خودش ماهتاب را به چشمان خودش دید. یعنی برای او یکون خیلی شک نمانده است، خودش دید. اما اگر حاکم یا قاضی مثلا شهادت او را رد کند از سببی شاید شک داشت، یا قاضی گمان کرد که غیر ممکن است، ناممکن است ماه را دیدن، یا اکثر مردم گفتند که نه یعنی ما ندیدیم ماه را، تنها همین یک نفر اگر دیده باشد، اما خود همین نفر اگر صدقاً ماه را دیده باشد، برای او روزه گرفتن لازم می شود. و البته اگر هلال شوال رو تنها خودش دیده باشد، برای او جایز نیست که خب به این بعدتر می آیم که اگر شخص تنها خودش هلال شوال رو ببیند، یعنی هلال عید رو ببیند، عید الفطر، یعنی تنها برای او جایز نیست که با تکیه کردن به دیدن خود افطار کند، عید کند. من این را میفهمونم برای چی. خب این مسئله که هست، خب در اینجا آمده است که ولا یجوز له الفطر بتیقنه هلال شوال. واسه من برایش ترجمه کردم که اگر هلال شوال رو تنها خودش دیده باشد، برای او جایز نیست که با تکیه کردن به دیدنی خود افطار کند. لا یجوز له الافطار او الفطر در اینجا آمده است. خب سپس میگوید، یا این قسمت رو من کم تشرح دیم، این مسئله بین حکم شخصی انسان و حکم ظاهری جامعه فرق میگذارد. اگر کسی مطمئن باشد که هلال رمضان رو دیده است، پس نزد خود میداند که رمضان داخل شده است، برای همین روزه گرفتن بر او واجب می شود، حتی اگر مردم هنوز روزه نگرفته باشند. اما در مسئله عید، شریعت اتحاد رو و یک جایگی رو، یعنی یک جای بودنی، دست جمع بودن مردم رو مراعات کرده است. برای همین اگر تنها خودش هلال شوال رو بیند و به قاضی بگوید اما شهادتش و دیدنش رد شود، نمیتواند پنهانی یعنی افطار کند و از جماعت جدا شود. سپس مؤلف میگوید و این افطار فی الوقتین قضا، یعنی اگر در هر دو حالت افطار کند، یعنی بخورد روزه نگیرد، قضا بر او لازم می شود، ولی ولا کفارت علیه، ولی کفاره لازم نمی شود. یعنی چی؟ مثال اول این است که شخص هلال رمضان رو تنها دید،
اما شهادتش قبول نشد. با وجود این او روزه نگرفت. باید میگرفت اما نگرفت. بعدتر با او قضای آن روزه لازم می شود. برای چی؟ برای که از جهت شریعت اگر خودش دیده بود، یقین داشت، باید روزه می گرفت. بر او لازم شد روزه گرفتن. اما اگر نگرفت، بر او قضای آن روزه لازم می شود، زیرا نزد خود می دانست که رمضان هست. برای مثال دوم، خب چون که در اینجا در دو وقت گفته است. دومش چیست؟ شخص هلال شوال رو تنها دید، یعنی هلال روز عید رو تنها دید و فکر کرد که عید شده است. پس افطار کرد. باید نمیکرد، از جامعه باید خارج نمیشد، از جماعت باید خارج نمیشد، یعنی از یک جای بودن. اما دید که عید شد، خب چی کرد؟ روزش رو افطار کرد، یعنی که روزه نگرفت، عید کرد. بعد معلوم شد که هنوز رمضان است. اگر عید می بود یکان خیلی مشکلات نمیشد، اما اگر بعدا معلوم شد که خطا کرد، رمضان هست، بر او تنها قضا کردن لازم می شود، نه اینکه کفاره. در هر دوی حالت ها کفاره نیست، تنها قضا هست. برای چی؟ سبب نبودن کفاره آن است که او با تأویل و با یقین یا شبهه قوی افطار کرد، نه اینکه با بی‌حرمتی نسبت به رمضان، یا از جهت او غلط فهمی بود، یا از جهت حساب کردنش و تخمین کردنش نادرست بود، خطا کرد. از این سبب است که برای او کفاره لازم نمی شود. و سپس میگوید مؤلف ولو کان فطره قبل ما رده القاضی فی الصحیح، یعنی حتی اگر پیش از آن که قاضی شهادتش را رد کند افطار نموده باشد، باز هم کفاره بر او نیست، طبق قول صحیح تری در مذهب. چون در اینجا شاید شبهه خلق می شود، یعنی سوال پیش می شود که اگر پیش از رد کردن قاضی اگر فطر کند، یعنی که روزش رو نگیرد، چی؟ یعنی چی عذر داشت که روزش رو نگرفت اگر قاضی رد نکرده بود؟ پس در اینجا اختلاف می شود، اما قولی صحیح تر همین است که باز هم بر او کفاره نیست. خب انشاءالله در همین جا درس رو می گذاریم. این صحیفه رو هم میخواستم پره کنم، اما زیادی بد می شود و من نمیخواهم که سراسیمگی کنم. از این سبب این صحیفه رو کوشش میکنیم که در درس بعدی به اتمام رسانیم، چون که درس بعدی سهل تر هست، آسان تر هست. پس دو صحیفه کردن در درس بعدی با این صحیفه انشاءالله که آسان خواهد بود. الکی درس به 1 ساعت میرسد. برای همین در همین جا انشاءالله میگذاریم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.